جف مانسون قهرمان جهان از خود آمریکا بعد تحقیق چند روز پیش یعنی روز عید قربان مسلمان میشه، اما هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه. بعد اون یک کلیپ از یک کامیون معادی اسلام کانادایی منتشر میشه که چند نمازگزار رو نشون میده و سوال میکنه این سوریه است، عراق، یمن. بعد خودش جواب میده نه این کاناداست، باید مراقب بود. حالا واکنش برخی از کاربرامون رو ببینیم. بله، حق با شماست. اسلام با شمشیر و زور و خونریزی وارد قاره آمریکا شد، اما آمریکایی ها با آغوش باز مسیحیت رو پذیرفتند. کافیه کمی تحقیق کنید میفهمید که صاحبان اصلی این قاره سرخپوستا هستند. اروپایی ها با شمشیر و خونریزی و جنگ و قتل عام 10 میلیون سرخپوست بر این قاره حکمرانی کردند و مسیحیت رو گسترش دادند. نکته جالب اینجاست وقتی بفهمید که اروپایی ها اولین کاشف آمریکا نبودند و مسلمانان 200 سال قبل از اونا آمریکا رو کشف کردند. #ابوبکر دوم.